مولا یک سوال دارم. همین سوالمون همین که در همین رمضان روزه داشته باشی مقصد اوکال که جایز است. مسئله اوکال خوب است که نگیرید. بعضی علما اوکال ها را به دو تقسیم کردند. اوکال های غذا دهنده، یعنی سوزاندارو هایی که برای بدن غذا می شود، او معنای خوردن و نوشیدن را دارد، یعنی فقط به واسطه دهان نه. و دیگر نوع سوزانداروها او به معنای خوردن و نوشیدن نه، به دیگر معنا هست. یعنی برای این با طبیب ها خوب میدونن که این کدام نوعی سوزاندارو هست. همانش بعضی علما گفتن روزه را نمیشکند، ولی گفتن احتیاط کند. صحابگان کرام برای احتیاط روزه در مسجد می نشستند، می گفتند که نحفظ صیامنا، روزه خود را محافظت میکنیم، ولا نغتاب احدا، کسی را غیبت نمی کنیم. مقصد روی به قبله با قرائت قرآن و با ذکر مشغول می شدند تا اینکه در کوچه و در بازارها اگر با مردم صحبت کنند احتمال صحبت به غیبت می رود. و غیبت هم بعضی علما از شکننده های روزه ذکر کردند، مانند حضرت عایشه و اینچنین بعضی از علمای ظاهری ها گفتن غیبت شکننده های روزه هست، یعنی احتیاط روزه میکردن. بنابراین گفتن که از تمام نوع سوزانداره ها اگر احتیاط کند خوب است، لیکن اگر بیماریش به سبب نگرفتن سوزاندارو شدت میگرفته باشد، در این صورت او معذور است سوزاندارو گیرد، چون که الله تعالی صراحتاً برای بیمارها اجازه داده است که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، کسی که اگر بیمار باشد در ماه مبارک رمضان یا در سفر باشد او میتواند روزه خورد و پس از ماه مبارک رمضان از روزهای دیگر آن روز را قضایی دارد. والله تعالی اعلم.